آیا پولی که دولت برای کودکان میدهد زکات میدهیم؟ آن پولی نقد نیست. نقد باشد. اگر پولی نقد نیست در کاغذ نوشته شده است، فقط با آن خانه خرید میشه. خانه باشد. برای این سوال دیروز هم کسی داده بود، جواب نداده بودم. یعنی پولی نقد نیو در یک ورق نوشته شده است که مثلا 1,000,000 یا 2,000,000 روبل روسی برای فلانی داده شده است برای فقط خانه خریدن. اون پول کتی از مغازه یگانچه خریده نمیشد یا وی رفته به پولی نقد مبدل کرده نمیشد. از همین پول زکات هست یا نه زکات نیست. برای آنکه این ملکی تام نیست، ملکی پره نیست. یکی از شرط های زکات این است که ملک پره باشد. مثلا مثالش یکی مثالش قرض. شما به یک آدم قرض داده هستید و آدم زندانی شد یا نیست، 3 سال شد نه درک دارد، نه از پول خبر است، نه از صاحبش، یا تلفن نمیبرد، یافته نمیشد. اون پول یعنی پولی شما هست لیکن نیست در دستتان. ملکی تام نیست، ملکی پره در دستتان نیست. او گویا که پولی شما و کسی دزدید، نیست در دستتان. این پولهای هم میخه، یعنی فروخته نمیشد، خریده نمیشد، عوض کرده نمیشد مگر هم به خانه فقط. یعنی این پولی ملکی تام پره نیست، بنابراین زکات به این پول نیست. اگر پولی نقد باشد بله زکات هست. پولی نقد که نیست و به عوضش از مغازه هم خرید کرده نمیشد یا از بانکمات و پولی نقد کرده نمیشد، در این صورت وای ملکی پره نیست و وای زکات واجب نیست. والله تعالی